سلام. این نقشه خروجی یه مدل اروپاییه که من شخصا در طول خدمت از شما چه پنون ازش خاطرات خوش و روسفیدی پیش شما کم ندارم. این نقشه وضع بارش از 15 آذر تا 30 دی 1404 رو بهمون داره نشون میده. میگه در 45 روز آتی چه مقدار بارش به شکل تجمعی، یعنی سرجم در کشور و اطرافمون اتفاق میفته. فقط من یه توضیح مختصری راجع به رنگاش بدم. اول اینکه همه جای ایران خوشنقش ما رنگیه، یعنی با شدت و ضعف تقریبا در کل کشور طی مدت بارندگی خواهیم داشت. حالا مناطق با رنگ زرد و نارنجی تقریبا توی 1.5 ماه آینده بیشترین بارش ها، یعنی بالای 100 میلیمتر از آن خودشون میکنن که میشه به خوزستان، میشه به بخش‌های زیادی از لرستان، میشه به ایلام، کرمانشاه، غرب کردستان، جنوب غرب آذربایجان غربی، شمال بوشهر، شمال غرب فارس، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و قسمت‌هایی از گیلان اشاره کرد. در نواحی آبی پررنگ ریزش‌ها بین 75 تا 100 میلیمتر. این آبی کمرنگ بین 50 تا 75 میلیمتر که برای نمونه تهران تو این ناحیه قرار گرفته و باقیش هم خودتون دنبال بفرمایید. اگه پست‌های قبلی ما رو دنبال کرده باشین، این رنگامیزی‌ها با پیش‌بینی ماهانه ما خیلی همخونی داره. فقط اینم گوشه ذهنتون داشته باشین که چون در مقایسه با میانگین بلند مدت هوا گرمتره، یعنی دما به طور نسبی 1 تا 2 درجه بالاتره، بنابراین سهم ما نسبت به این موقع از سال از برف کمتره. و یه نکته مهم و تکراری درباره بلند مدت این که پیش‌بینی‌های 45 روزه عدم قطعیتشون بیشتره. به زبون ساده یعنی احتمال خطا هستش. معمولا روند کلی بارش رو نشون میدن، نه جزئیات روزانه اون رو. همین.